دردا که دوای درد پنهانی ما، افسوس که چاره پریشانی ما، بر عهده جمع است که پنداشتم آبادی خویش را به ویرانی ما. پس درسمون چیه؟ روش مسواک زدن. امروز میخوام بهتون روش مسواک زدن رو یاد بدم. خب برای اینکه ما بخوایم دندونامون رو مسواک بکنیم باید یاد بگیریم چجوری دندونامون رو مسواک بزنیم. 4 تا روش داریم. روش اول چیه؟ مسواک زدن دندانهای بالا. از بالا به طرف پایین مسواک رو حرکت میدیم. از کجا؟ از بالا به پایین. پس برای اینکه بخوایم دندانهای بالا رو مسواک بزنیم چجوری مسواک رو حرکت میدیم؟ مسواک از بالا به طرف پایین. بعد میگیم روش دوم. روش دوم مسواک زدن دندانهای پایینه. مسواک رو از طرف پایین به طرف بالا حرکت میدیم. چجوری؟ از پایین به بالا، از پایین به بالا. 2 تا روش این بود. روش سوم مسواک زدن سطح جونده. روش سوم چیه؟ مسواک زدن سطح جونده. جونده. چی خونده میشه؟ دردا که دوای درد پنهانی ما، افسوس که چاره پریشانی ما، بر عهده جمع است که پنداشتم آبادی خویش را به ویرانی ما. این تنها کودک افغان نیست که بدون الفبا زندگی می کند. او لااقل این شانس را دارد که پشت در کلاسی در روستای مرزی ایران و افغانستان بنشیند و از الفبایی که در فضا منتشر می شود بیاموزد. با آنکه افغانستان صاحب فرهنگ دیرینه است، اما در 2 دهه گذشته به دلیل گرسنگی و آوارگی ناشی از خشکسالی و جنگ کودکان افغان
فرصت و یا اجازه آموختن را نداشتند. حتی قبل از حکومت طالبان نیز 95% دختران و 80% پسران افغان به مدرسه نمی رفتند. در دوره حکومت طالبان کلیه مدارس عمومی داخل افغانستان تعطیل شد و از 3 میلیون آواره افغان که مدت 20 سال در ایران زندگی کردند تنها تعداد بسیار کمی توانستند وارد مدارس ایرانی شوند و بسیاری از آنها در اشتیاق آموختن پشت در مدارس ماندند. اینجا افغانستان نیست، اینجا ایران است. 800 کیلومتر مرز مشترک بین ایران و افغانستان باعث شده تا در سالهای ناامنی و خشکسالی 3 میلیون آواره افغان که بیشتر دامدار بودند از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شوند. در سال 1980 جامعه افغان 20 میلیون تخمین زده شد. از این 20 میلیون 2.5 میلیون نفر به دلیل جنگ و گرسنگی مردند و 7 میلیون آواره شدند. هرچه هست در 20 سال گذشته 50% جامعه افغان سرزمین افغانستان را به سوی کشورهای دیگر و یا به سوی دیار مرگ ترک کردند. کودکان این 7 میلیون آواره افغان به دلیل آنکه بدون مجوز قانونی وارد کشورهای همسایه شده اند از ورود به مدارس عمومی منع شده اند. مدرسه میری؟ نه. چرا؟ اینجا مدرسه نیه، ما کارشناسایی نداره، فقط درس دینی میخونیم اینجا. کجا درس دینی میخونی؟ این مسجده. بیا برو نشونم بده. بیا بیره. چی داری میخونی؟ قرآن. قرآن کی نوشته؟ کی؟ خدا. خدا چیه؟ خدا شبیه کیه؟ آدم. خدا؟ قرآن. خدا چیه؟ الله.
خدا چیه؟ خدا چیه؟ جانم؟ اسمت چیه؟ چی داری میخونی؟ چی میخونی؟ چی داری میخونی الان؟ قرآن کی نوشته؟ قرآن خدا. خدا کیه؟ خدا آفریده. خدا شبیه کیه؟ خدا چیه؟ خدا رو دوست داری؟ بله. چیه که دوستش داری؟ خدا یک مسلمان. چیه؟ مسلمان. چی میخونی شما؟ چی داری میخونی؟ قرآن؟ قرآن کی نوشته؟ قرآن کی نوشته؟ خدا چیه؟ خدا دانه و توان است برای ما هر چی بخواد میده و دشمنان ما را نابود کنه و مسلمانان ما را پیروز کنه. خدا چیه؟ کی این کتابو نوشته؟ خدا. خدا کجا؟ آسمان. چیه تو آسمان؟ ابر. ابره؟ ابر باران. دا بوري کلی د ملک لور می په اګودر کې ولیدله دا راس په شانه په جنې کې سپینه سپینه اګړه بیدله دا بوري کلی د ملک لور می په اګودر کې ولیدله دا راس په شانه په جنې کې سپینه سپینه ابل خیدله. کجایی هستی؟ از جای کندوز هستیم. ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. اسمت چیه؟ ویشه. مدرسه میری؟ نه. چرا؟ سوات میدم. دوست داری بری مدرسه؟ نه. کجایی هستی تو؟ ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. روزا چیکار میکنی؟ پارسی یاد ندارم. ډېرې مزه ویننه ستا د مزه کوي د سترګو باغونه نچې نڅونه باغ ته چې درځه د باغ ګلونه نه راکوي ځان د ما سره عاشق باغو ته یاد ما د ملک کور دی دا د ملک لور مې دا په باغ کې ولیدله دا شان په شان. بچه ها مدرسه میری؟ نه یک سر ده پیوارو تو. در سال 2000 سازمان یونیسف کوشید با کمک نهضت سوادآموزی ایران و با استفاده از افراد بومی باسواد افغان کلاس‌هایی را جهت آموزش الفبا برای تعداد 8000 نفر از کودکانی که علی‌رغم داشتن کارت اقامت به مدرسه نمی رفتند ایجاد کند. خب مبارک باشه.
شما خودتون چند کلاس سواد دارین؟ چرک. کجا خوندیم؟ مشهد. خب قراره که چی کار کنید؟ الان قراره که اگه خدا خسته باشه اول خدا پایین خدا شما، بعد یک کلاس اینجا میخواد باز بشه دیگه بچه رو دست. خب بچه ها مال کدوم کشورن؟ مثلا افغانستان، از اینجا که زایدن. خب الان زاهدانن ولی افغانی هستن. خب چند نفر تو هر کلاس میان؟ تقریبا شاید بچه ها 15 نفر بشن، دخترها 10 نفر بشن، یا مثلا بچه ها 10 نفر بشن، دخترها 15 نفر بشن. خب کدوم اتاق میخواین درسشون بدین؟ همین اتاق خودم. میرید نشون بدین؟ بله. بفرمید به ما نشون بدین. این اتاق. همپا روشن. بس روشن کنم. شما خودت مدرسه میری؟ بله. این پسر شماست؟ نه خیر، من پسر یک کوچولی دارم 2 سالشه، یک دختری دارم 5 سالش. عمو جان شما مدرسه میری؟ نه. بله. شما میری؟ کجا میری؟ همش میرم. بچه همه میرم. آها میاید، یعنی مدرسه بازشه میاید. میرم. اینا بزغاله ها مدرسه نمیرن؟ نه. ولی بر رو یاد گرفتن مدرسه نرفتن. بچه ها براتون مدرسه باز شد. میدونید کجا باید اسم بنویسید؟ اول آب چی بود؟ یا دومه؟ یا سومه؟ خب دست چپ بالا، خب صدق کشی کنید. چند صدا داره؟ 3 آردو بخش کنید. چرا نشستن اونجا؟ برای درس نشستن. میخوان درس بخونن، سواد یاد بگیرن. چرا نشستن بیرون کلاس؟ اینها ما اینجا مشکل داریم. اون عده‌ای که سنشون از 10 سال به بالا هست و همچنین بالاخره کارت شناسایی چیزی دارن، اونها میتونن رسما در کلاس شرکت بکنن. و اون عده‌ای که از سنشون از 10 سال به پایین هست نمیتونن در کلاس شرکت کنن، لذا به صورت مستمع آزاد پشت سر تعداد زیاد پشت سر قرار گرفتن و اونها فقط گوش میکنن و استفاده میکنن ولی جزء شاگردان رسمی نمیتونن باشن. و عده‌ای هم که در اون قسمت میبینید نشستن که اونها از مستمع آزاد هم درجهشون به اصطلاح پایین تره که از دور تماشا میکنن. صدا اولش چی بود؟ صدا سوم بخش کنید آردو. با کدوم دست بخش کنن؟ دست کدومه؟ بالا. ها بخش کنید. چند بخشه؟ 1 بخشه. حالا چی 1 بخشه؟ چون که دست ما 1 بار رفت تو افغانستان مدرسه نبود، تو ایران مدرسه هست برای افغان‌ها؟ آره. چرا تو نمیری؟ نه کارت ندارم. الان پس چرا اومدی کنار این مدرسه وایسادی؟ نگاه میکردم. به چی؟ به بچه. که درس یاد بگیری؟ چیکار کنی؟ اسمت چیه؟ اسمم حبیب‌الله. روزا پدرم میره کار. تو چه کار میکنی؟ من نون میارم. از کجا نون میاری؟ از 55 تومانی. از کجا؟ اون بر یک 55 تومانی. مدرسه نمیری؟ نه کارت ندارم. خب
با افغانستان جنگه؟ آره. چرا؟ کی با کی می جنگه؟ آمریکا با طالبان می جنگه. تو آمریکا رو دوست داری؟ آره؟ نه. طالبان رو دوست داری؟ نه. کیو دوست داری؟ من. کیو دوست داری؟ دوست نداری بری مدرسه؟ آره. تو افغانستان چیکار میکردی؟ تو افغانستان آب میاد، خوشحالی بود، آب نداشته بود، نون نداشته بود. کیا خودشون اومدن امروز مدرسه؟ ما. روز چندم اومدین مدرسه؟ اول. کی مجبورتون کرد بیاید؟ خودمون. خب اگه تو افغانستان بودین میرفتین مدرسه؟ نه. چرا؟ جنگ. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. امروز روز چندم کلاساتون؟ روز اولی کلاسمون هستیم. این بچه‌ها چرا بیرون کلاسن؟ به خاطر یک ازدحام جمعیت کلاس اینا تو کلاس جا نشدن، به خاطر همین بیرون وایسادن. دخترم اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ اسمتون چیه شما؟ شما که اسمتو نمیگی چجوری اومدی مدرسه؟ خب اگه من اسممو بگم مادر ما ببینه ما رو دعوا میکنه. میشه خواهش کنم اینا بیان تو کلاس خانم؟ بشینن سر کلاس؟ بفهم. خیلی خوب. همه بشینن فقط شما بایست. شما بشینین. شما فقط بایست. شما هم بشین دخترم. بشین. خب اسمتون چیه شما؟ اگر اومدی اسمتو مدرسه بنویسی چرا اسمتو نمیگی؟ خب شما اینا میرین تو تلویزیون پخش میکنی. حالا اگه اسمت تلویزیون پخشه چی میشه؟ خب گناه میشه. چرا گناه میشه؟ چون که تمام مردم ها رو میبینه. اگر اسمتو بگی مردم تو رو میبینن؟ اسمتون بگی. سمیرا. اسمت سمیرا؟ آره. خیلی خوب. سمیرای چی؟ سمیرای ازبک. فامیلیت ازبکه یا قومت ازبکه؟ برای چی اومدی حالا؟ برای درس خوندن. خب چه درسی دوست داری یاد بگیری؟ نوشتن، خوندن. برای چی؟ برای چی میخوای یاد بگیری؟ شما دخترم، شما دوتا بلندشین ببینم. شما اسمتون چیه؟
شما اسمتون چیه؟ اگه نیومدین اسمتون رو بنویسین. خیلی خوب، برید بشینید وسط شاگردا. خیلی خوب، شما اسمت چیه؟ خانم چند سالته؟ من 11 سال. 11 سالته؟ چرا اسمتو نمیگی همونجا؟ باگه بگم پخش نمیکنه تو تلویزیون. خب نگو چون پخش میکنه. نمیگم. خب آی به من پیام آمده. تو رو خدا بینه احکام کسا رو بگیره. خودش میبینه. چی بگم؟ بگو از من بیرون. میگه از من بیرون نگیر. اومدی مدرسه چی یاد بگیری دخترم؟ اومدم که درس یاد بگیرم. خب دوستت برای چی اومده مدرسه؟ یه هم اومده درس یاد بگیره. درس یاد بگیره؟ بله. خیلی خوب. چه درسی دوست داره یاد بگیره؟ درس همین سواد. خیلی باش. شاه بیبی ازبک، ماه بیبی ازبک، راحل ازبک، رابعه ازبک، پریگل ازبک، فاطمه ازبک، سکینه ازبک، رابعه ازبک، زلفیه ازبک. این شکل چیه که اینجا میبینین؟ آب. آفرین. از آب چه استفاده هایی میکنیم؟ برای شما بگو بی مرزیه چای درست میکنیم. آفرین. شما بگو بگم. آب میخوریم. آفرین. دیگه چه استفاده هایی میکنیم از آب؟ توی غذا میریزیم. آفرین. دیگه چه آفرین. دیگه بگو شما دخترم چی؟ از آب چه استفاده میکنیم؟ خودمونم میشیم. آفرین. سمیرا جان دختر خوبم، رو تو باز کن تا بتونی قشنگ بنویسی. من نوشتم. نوشتی؟ خب دفترت باز کن ببینم. خب برای چی رو تو گرفتی؟ خب من الان پای تخته دارم درس میدم که خوب نمیبینی که. ببین دوستای دیگه روشون نگرفتن. اینجوری که چادرتو گرفتی جلو دختر خوبم، خب نمیتونی قشنگ ببینی که. میتونم ببینم. نه عزیزم. میبینم. گناه داره صورتمو باز کنم. برای چی گناه داره؟ ما که دوستای شما هستیم که. گناه داره باز کنم صورتمو. کی گفته گناه میشه؟ مولا اومد. دیگه چی گفته؟ دیگه چی گفته؟ پیغمبر ما یه صندوق بزرگ ساخته بود، توش زنشو میذاشت، اما اگه دلش خواست میرفت اونا بو میکرد باز میرفت بیرون، اصلا نمیذاشت بره کوچه یا از اینا. وقتی که حجاب شما عزیز من کامل باشه احتیاجی نیست که شما رو تو بپوشونی که گناه میشه. حالا من میخوام که دختر خوبم سمیرا بیاد پای تخته کلمه آب رو که امروز بهتون درس دادم صداهاشو بکشه و روی تخته برای ما بنویسه. سمیرا جان بیا دخترم. حالا که با استفاده آب آشنا شدید با صدای آب هم چی آشنا میخوایم بشیم. رو به دوستات واستا صدای آب رو بکش. آب. خب صدای اولش چیه؟ آ. صدای دومش چیه؟ ب. ب رو نشونم بده باز انگشتت. نه ب. نه ببین صدای اول چی بود؟ آ. صدای دوم چی بود؟ ب. ب رو نشون بده با انگشتت ببر بالا. ب. اون که فقط یه بله. آ. ب. از اول بگو. آ. ب. چند تا صدا داره؟ دو تا. صدای اولش چیه؟ آ. آیه چی؟ آیه اول. صدای دومش چیه؟ آیه دوم. صدای دوم آب چیه؟
ب. شما هم دخترم صدای آب رو بکش. بله. آب. آفرین. آب چند تا صدا داره؟ 2 تا. صدای اولش چیه؟ آ. صدای دومش چیه؟ ب. آفرین. آره. خب شما دخترم صدای آب رو بکش. صدای آب رو بکش. آب. با انگشتا. آب. آفرین. شما هم بکش. آب. چند تا صدا داره؟ 2 تا. 2 تا. صدای اولش چیه؟ آ. صدای دومش چیه؟ آ. ب. آ. ب. آفرین. صدای اول چیه؟ صدای اول آ. خیلی اشکال نداره. آفرین. خانم اجازه. آمدی شما دخترم. خیلی خوب. شما عزیزم بلند شو بیا. کاسه رو ازش بگی. پایین نه پایین بگی، پایین تر بگی. آها حالا بریز. آفرین. خب بچه ها توی این کاسه چی داری؟ آفرین. خب دخترم حالا میدونی ما از آب چه استفاده هایی میکنیم؟ از آب لباسمون از آب استفاده میکنیم، لباسمون میشوریم، غذا درست میکنیم، خودمون هم میشوریم. آفرین. خب شما دستتو بگیر، دوستت آب میریزه، شما صورتتو بشور. آفرین. خب شما دخترم روی دست دوستت آب بریز تا اون صورتشو بشوره. بشینید. این آب میریزه، شما صورتتو بشور. بزن بالا. آره بشین. خب براش آب بریز تا صورتشو بشوره. حالا شما کوزه رو از دوستت بگی دخترم. آره شما کوزه رو از دوستت بگی. حالا آب بریز تا این دوستت صورتشو بشوره. شما حالا صورتتو بشور. چرا نمیشوری؟ چون که نمیخوام جلوی اینا صورتمو باز کنم و صورتمو بشورم. اینا که دوستات هستن. خب باشن چیه؟ این که بخوار من نیست، برادر خوارم من نیست که بیام صورتمو پیش اینا باز کنم و بشورم، چون که گناهه. جایی میشوریم که تنها باشیم، هیچ کس پیشمون نباشه. اگه یه جایی که به صورتمون رو بشوریم کسی مرد یه کسی پیشمون باشه، آدم خجالت میکشه، هم گناه میشه. چرا؟ ملامت. چرا گناه میشه؟ چون که وقتی که زنش یه صندوق بزرگ داشته اما خودش توش نمیرفته، اما زنش توش میذاشته، چون که اگه خوشش میومده میرفته از اون صندوق، در صندوق باز میکرد، بو میکرده، باز میرفته، اصلا نمیذاشته زنش بیاد بیرون. شما هم حاضر این کارو بکنی؟ آره حاضرم تو صندوق برم اما صورتمو جلوی مردا باز نکنم. از زنای افغانستان الان که اونجا جنگ، الان صورتاشونو پوشوندن، جنگ نیستم صورتشونو پوشونه، چون که دیگه اگه نامحرم ببینه اون دنیا خیلی بده، آدم عذاب میده، باز آدم عذاب میده، چون که آدم اگه یکی ببینه باز یکی نبینه میگه من به صورتم به هیچ کس نشون ندادم، اما خدا میدونه که همش دروغه، صورتشو نشون داده، اما من نمیخوام اینجا صورتم نشون بده. وقتی که تو افغانستان عشق نباشه من برم از نونبای نون بگیرم، همون وقتم صورتمو میشورم. اگه هیچ کس نباشه که خدا هست، خدا ما را میبینه اون دنیا، باز ما را اون دنیا عذاب میده، نباید صورتتون رو باز کنین. ما وقتی که غم خشای خودمون میاد، اگه اونا رو نشناسیم صورتمون رو باز نمیکنیم، حتی اگه پیش زنا باز کنیم، اما اگه خاله هامون عمه هامون باشه باز میکنیم، اما روی صورت پیش مردا باز نمی کنیم، چون که خجالت میکشیم، اینا گناهه. خب دخترم اگر بخوای توی کلاس بشینی باید صورتت باز باشه تا قشنگ یاد بگیری درست رو. اگرم دوست نداری برو بیرون. بچه ها
صدای آب رو با هم دیگه میکشیم. آبه 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 آبه. آفرین. چند تا صدا داشت؟ 2 تا. صدای اولش چی بود؟ صدای دوم؟ آفرین. خب آبه 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 من که صورتم لخت کردم، من که یه گناه کردم. خب تو هم یه گناه کنی، یه گناه نکردم، یه گناه تو بری. نه من گناه تو رو بقول میری سمیرا خدا دوست داره بری. نه بریم. نه ببین میگه در کار نماز بخونیم. بعدم من حالا که صورتم لخت کردم، من به خاطر حالا میرم نماز میخونم، توبه میکنم، خدا منو ببخش. تا این کار باشه خدا از گناهم میگذره. بریم. نه دیگه باید بکشیم بریم. نه من روی دستات آب میریزم تا دیگه در صورت بشور. نمیشوره. واسه چی؟ چون که گناهه. من مگه اگه تو سر لخت باشه باید منم لخت کنم. نه مگه من گفتم لخت کن. خب دیگه بریم سمیرا. نه چرا ما گناه؟ خب گناه مگه من میگم گناه نیست. خب گناه باشه تو گناه کن، من دلم نمیخواد گناه کنم. خب نماز بخون، توبه بکن، خیرات بده، خدا از گناهت میگذره. نه دیگه بری. نه سمیرا تو دوست نمیری سر کلاس؟ دوست دارم برم اما خب پیش اگه دوست داری بریم اینجا کلاس. نه اونجا نامحرمه. وقتی که آدم اگه بره اونجا باید صورتشو بپوشونه. خب شما میید تو کلاس چه صورت لخت میکنی تو کلاس که میاید؟ چون که اونجا نامحرم نیست، اما بعضی اگه نامحرم باشه صورتشون لخت کنی خیلی بده. من که پدر داشتم، پدرم ملا بود، الان که ندارم چون که ملا به احترام پدرم اما صورتم باز نمیکنم جلوی غریبه ها. پدر کجاست؟ مرده. آره. خیلی خوب تو بکن. تو میفهمی قبر پدر؟ برو سر مزارش تو بکن، بگو بابا یه اشتباهی است. بابات بگو یه اشتباه کردم، من خدام تو رو میدسته. قبر بابام که اینجا نیست برم تو بکنم. تا افغانستانی چطوری برم اونجا؟ الان که اونجا جنگه. اگه اونجا ببین الان بمبارونه، الان زنا صورتاشونو باز نمیکنن چون که گناهه. الان زنا میمیرن صورتاشونو باز نمیکنن چون که اون دنیا خیلی بده. اما ببین اگه الان بعضیا پدر ندارن، بعضیا مادر ندارن، آدم خیلی مگه من میگم تو هم پدر نداری؟ من که یه لحظه به خاطر خدا، به خاطر بابات که بابات مرد تو رو به جون و قلب بابا یه لحظه باز کنی چی کار میشه؟ ایوی که نداره. دلم نمیخواد باز کنم، نمیخوام به بابام خیانت کنم. مگه من میگم به بابات خیانت میکنم؟ اما که صورتم باز کردم به بابام خیانت کرده. کی باز کردی؟ خب اگه باز کنم ببین تو که من این صورتم باز نکنم. بذار من توبه نمی کنم، صورتم باز نمی کنم. اما که توبه کردم کار بدی کردم توبه می کنم. الان کار بدی هم نمی کنم، صورتم باز نمی کنم، توبه هم نمی کنم. پیش نامحرما
بخندی یا صورت تا باز کنی. اصلا اش کار نکن. نامحرمام نگاه اگه به تو نگاه کردن تو بهشون نگاه نکن. شونه کنیم میریم توی خونه دیگه یا تو حمام شونه کنیم تو بریم. نه نه چرا؟ چون که گناهه. ببین ببین بخاطر من دوست دارم بریم. من میرم کوزه رو میارم رو تو به دیوار کن صورت بشور. نه به دیوار تو نه رو به دیوار نه دختران کابل و قندهار و قندوز باز هم به مدرسه نرفتند. اگر آسمان کمی مهربان تر بود، اگر آسمان کمی با زمین مهربان تر بود و اگر به جای آتش باران میبارید. دفترتون رو باز کنین. ببین عزیزم مثلشو با مشکی. اگرم کسی هم نداشت مشکی تنها داشت اشکالی نداره. اشکالی نداره دختر. چپل برم بزنم. دختران افغان اگر در سرزمین دیگری به دنیا آمده بودند، اگر آسمان کمی با زمین مهربان تر بود و به جای آتش اگر باران میبارید. چی خونده میشه؟ باشه. دردا که دوای درد پنهانی ما، افسوس که چاره پریشانی ما، بر عهده جمع است که پنداشتم آبادی خویش را به ویران